تا حالا شده یه گربه با دماغ و دهن و همچین ریخت و قیافه‌ای ببینی؟ پس بیا تا ببینی، چون که به نظر گربه یه بیریخت ما میخواد بگیره موشو از توی تله، اما یه گندی بالا آورده به احتمال. آخه این ریخت کریه المنظرش خوف کرده از یه گلدون خوشگل رنگارنگ با روزای قشنگ، لاله و خشخاش و کلی گل خوش رنگ. تازه داره حلزون بچه، پروانه ها، سوسکا و مورچه. اما همه این جک و جونورای با مزه قراره به زودی بخورن یه ضد حالی که ندیدن مثالشو تا حالا جایی. آخه این دسته گل زیبا قراره به زودی بشه کله پا، چون که به نظر گربه بیریختمون پشتش خورده به گلدون گرونمون. حالا هم دسته گل داره میفته، آب گلدونم ریخته، این کرممونم احتمال زیاد پشماشه که ریخته. خیلی باحاله. اما جریان ویژگی‌های انسانی صورت این پیشی ملوسه چیه؟ خب اونا احتمالاً اشاره به ما انسانا داره، چون مثل گربه ها ما آدما گاهی دست با چلفتی و احمق میشیم، مخصوصا زمانی که تمایلات احمقانمون کورمون کرده باشه. فکر کنم دیگه پیام نقاشی واضح باشه. اگه چیزی رو تو زندگی میخوای دنبالش کن و دل به کار بده، اما لطفاً دست گل به فاک نده.